سلام دوست من، به چنل یوتیوب من خوش اومدی. چند روز پیش یه سگ کوچولو دست برادرمو گاز گرفت. همونطور که میدونید وقتی یه حیوان گازت میگیره و خون ریزی میکنه باید بری واکسن هاری بزنی. ما رفتیم واکسن زدیم و تو راه برگشت برامون این سوال پیش اومد که چی شد که پاستور به واکسن هاری دست پیدا کرد؟ بعد از کمی جستجو فهمیدم داستان از این قراره که پاستور تو سال 1885 میلادی برای اولین بار واکسن هاری رو روی یک کودک 9 ساله که سگ هار گازش گرفته بود آزمایش کرد. اسم اون پسر جوزف مایستر بود که با تزریقای پی در پی از مرگ نجات پیدا کرد. اینجا بود که داستان زندگی جوزف برای ما جالب شد. بعد از اینکه به وسیله پاستور درمان شد به زندگی عادی برگشت و بزرگ شد. توی بزرگسالی به عنوان دربون یا همون سرایدار انستیتو پاستور تو پاریس مشغول به کار شد. اون تا آخر عمرش خودشو مدیون پاستور میدونست. متاسفانه داستان اون تراژیک به پایان رسید. زمان اشغال پاریس توسط نازی‌ها تو سال 1940 مایستر فکر کرد خانواده‌اش کشته شدن و از غم و ناامیدی و دلشکستگی خودکشی کرد. اما بعداً مشخص شد که خانواده اون زنده بودن. ممنونم که ویدیو رو تماشا کردی. تو ویدیو بعدی میبینمت.